کلیت این مجموعه الهام گرفته از توپوگرافی کانتکست خودش هست، متصل به مجموعه درختان و زمین. تلاش ما بر این بود که دو کار رو در کنار همدیگه انجام بدیم. یکی ایجاد باور، ایجاد غرور و اعتماد به نفس در جامعه محلی که بتونه به ما و همه در واقع کسانی که علاقه‌مندیم به حوزه گردشگری و توسعه پایدار ایران این باور رو از سمت جامعه محلی هم بده که این پروژه های گردشگری یکی پس از دیگری میتونن باعث فرصت برای یک توسعه همه جانبه در هرمز باشن. وقتی که یکی از همکاران در مجموعه دفتر پیشنهاد داد که از این روش استفاده بکنیم و من هم به یادش آوردم، اتفاقا خیلی خوشحال شدم از اینکه ما میتونیم کاری که نسل قبلیمون کرده رو بیایم در مقیاس بزرگتر، دائمی‌تر و آپ تو دیت‌تر معرفی بکنیم و ویژگی هایی که این کار داشت که هم بسیار زیست محیطی هستش، به هر حال نوعی از رمدرت یا خاک کوبیده هست، همین که به علت فناوری پایینش مطلوب ما بود که میتونستیم مردم هرمز رو که خب بیشتر تو کار صیادی و کارهای مربوط به ترافیک تجارت بودن رو مشارکت بدیم درش. همونطوری که گفتم هدف این پروژه باززنده‌سازی هرمز و در عین حال تغییر روایت تنش در این منطقه به آشتی و صلح بوده. به همین دلیل و در طول این پروژه تلاش شده که به جامعه محلی و محیط زیست اون توجه بشه و اونها بتونن هر دوشون توانمندتر بشن. The energy behind the place, the people we meet that has made it and the staff that works here also has this extreme friendliness and sweetness and inclusiveness that is just, it kind of fits the whole experience. La 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 la.